بیا کوچکیز بیا کوچکیز بیا. سلام علیکم. تا مگذار با سیاست بگید. سلام علیکم. سلام علیکم. کجا پدر مادرت؟ سلام علیکم تو بی پدر بی مادر هستی؟ مادر جان سلام علیکم. خوب هستین؟ مادر و پدرم رفتن خانه کاکایمشان به خاطر عذرخواهی. مرا گفت بچه‌م خودت برو دیگه، خسارت هم مثل پدرت است، خوشویت هم مثل مادرت است. اونجا به خیرم خرجک گوتا کن، ما اونجا بریم معذرت خواهی بکنیم به خاطر مرده‌دار هستن. معامله را شروع کنیم. همین لیستکش خانم لیستایی که در عروسی کار است اونم را اینم قلم آوردیم. اونم را نوشته میکنیم. بگی. پس ما برم ما خریداری کنم. خب بگی. 6 کیلو طلا که باید ما ببینیم. مثلا نه که تو 6 کیلو طلا را بخری باز ما نبینیم. ما میاریم ما ببینیم یک دفعه زیر نظر ما تیر شود که طلای صحیح گرفتی، طلای 21 است. 21 باشه. 6 کیلو؟ 6 کیلو. 21 باشه. 6 کیلو طلا. جزء داشتن. 2 کیلو خینه اصل سرخ اصلی زیر زمین بوته خینه. اینو پیدا کنیم. بیخ خینه باشه. بیخ خینه باشه. 2 کیلو زیر زمین بوته خینه؟ اینا بگذارم دکانا می 16 بوجی برنج. بوته خینه. 16 بوجی برنج. 16 بوجی برنج. 4 خروار چوب. زود 4 خروار چوب. 3 موتر چونه. کلاه عروس. 4 جور کلاه نکاح. 4 جوری؟ کلاه نکاح. دیگه طرف مت سایلک نکو 4 جور زن گرفتن آسان است. 4 دفعه 6 ماه خرچ خوشو. 4 دفعه ما نکاح میکنیم. خوشو 4 تو بگی بچه 6 ماه خرچ خوشو. من چون پدرجان که من داماد هستم یا خزانه دار منطقه هستم که بجای از اینکه شما یک دخترتان برای من میتونید مصرف 6 ساله 3 ساله 4 ساله قوم و خیش و ننو هم میتونه میگیرین. یعنی هم لیستکتان از خودتان، دخترکتان هم از خودتان باشه. بشی چیزی که ساده نیست. در خدا تو بشی ما رفتم. خوب شد. لباس یا جور شد یا؟ سلام علیکم. لباس زنانه مکمل شد. سلام خوب هستین؟ و علیکم السلام. خوب هستین؟ شکر. بخیر باشید. یک مشتری آمده، یک مشتری از آل مصروف هستم. لباسایتان دوخته شده. فرمایش داشتم. خیر است اگر او د زنگ دیگه زنگ آمد خدا. بله. بگوش زنه. استاد همیشه تو دخترها رو ببینی باز دروغ تلفن چیز میگه خدا اعلام میدی در گوش زنگ آمد آبرویت رفت. بی جان خوش آمدید. زنده باشین. چیزا بده. خب تو میگی سلام. خوب هستید؟ این از این جور میکردم. از کدام؟ این لباسه. میشه کدام مشکلی نیست. چند از قیمت تکش؟ قیمت با شما چی پروا؟ نه خواهش میکنم دیگه. دیگه بچه کتاب چرا دیگه؟ نه بگو چی را قیمت چه بگوین؟ فیتر ما میگیرم. قیمت چه بگوین یک دقیقه؟ این از این تکه از این تکه. از این دقیقه گپ زدن بارن که من استاد ما گفتم فیتر بگی گفت فیره من میگیرم استاد مردا به من میگیرم با زنان به خود ختم نمیدونم. امی نزاکت درباره نزاکت چقدر معلومات داری؟ نزاکت یعنی چی؟ قومای ماست. سعی کن از اون تکه برای ما جور کنی زیاد گپ نزنین از تکه کتاب؟ این است استادشه؟ صبر که قیمت چه فجور به؟ این میره خانه‌دار امی چوکات در داخل چوکات یک چوکات. از این برای ما جور کنین تختی پشتش لچ باشه. پروفیل متوجه باش درباره پروفیل که تکایی که از پروفیل خواستیم یک مملکت است. شما ایش سعی کنید. از مملکتی که پروفیل است. متر چند گفتین ایره ما فروشات ما اینمی متر 1444 است. مگر برای شما خاص هستین. برای شما 2.5 ساعت متر. تشکر زنده باشید. 2.5 ساعت در بدر که باز چیست چند شریک هستی تو کتیمه شاگرد هستی. سعی کنین کتیمه گپ خلاص کن چند متر با ما بس میکنه؟ ما بسیاری تکار خواست پروفیل میخواه مثلا از مملکت پروفیل یک از بسیاری مثلا ما از دیفوکاس یک مملکت است یکی شورت تکیم از جمعه اصیل است. خب نه چی میتونم قدم دامتان بگیرین خیلی قدم اسمش مبارکتان من نبیله اشتباه نگیری من میره قومی مخلصین نام نوی نام از اینا نویله جور میام نه من میره قدم دام من نگیرم نشته بسیار ساده شین قدم چقدر باشه پایان یکم دیگه پایان بس است 41 قد 41 هستین اینا را خواهم توکلی هم میفهمیدی استاد وقتا چی میکنین شما یک خنده نبود دستگیرب فکر میکنم دستگیرب خنده نیست چی میکنین شما یک ذره متوجه باشین نه هم فیتر بیته استاد خودش تیر کنه ازم نکن چه قسم هستن این از
خدمتان بتینم بچه را بگیرم. شانه بگیر. برای شانه شما موسسه‌ای است. این 18 این 18 شانه که باشه 21 در موسسه بسیار زود مقرر نشن. زود بگیری نمیره. لطفا چی میکنین شما؟ قد اندام میگیرین؟ این خود از این فیته یک خار داره. خوب خار داره بسیار ببخش. 42. ایره چی میکنین؟ این کدام بسیار بین چی قسم کار است شما؟ قد اندام میگیرین یا سرمرش خندی میکنین؟ جان نبیلا خانم ای که لباس میپوشین اما یخنتان که داخل میشه احساس زیر نکنید که مزاحمت کنه یخنتان. روش دراز است 5 و نیم. پا بالا 5. استاد در روی که تکه مندازن. امیسون روی شانه که خنکش جور میکنیم گل میشه. آستینتان. تو سر کت کارت. حق نداری که خیاط کس لط کنه. ماسک خوار مادر نداری؟ دارم خوار مادر. ما بگیرم باش. برو خاک سرتان شود دیوانه هیچ خاک در سرتان کت کت برو تکیت و سوپر تو. بیاد یک لط داشتم یک لط دیگه هم داشتم. بی سلام علیکم. خوب هستین؟ خوراک بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ خوش آمدین. بخیر هستین؟ سلام بچه‌ها خوب هستین؟ جان جون باشیم هست؟ اینجا پایان بشی. بشینین. کاوچ ندارین شما؟ نه ما خانه ما دیگه تو غریبانه است مثل شما رو نیست خارجان. خوش آمدین. بسیار زیاد خوش آمدین. میبخشین ما کم عصری استیم چون کاوچ نداری شما؟ نه از ما خانه ما غریبانه هستیم تو شک از پردا. میبینه کاوچای ما است. بچیم تو زیاد گپ نه داماد است عاجز میشینه داماد. امی باش یک ذره چای پر. نه چای ما نمیخوریم ما همیشه اینا ما که از می گلاس آشنا نیستیم. می گلاسی که نشناسیم نمی. نه دیگه سعی کنین یک چیز دیگه را امی اگه متوجه باشین یک چند وقت پیش ترامپ امرا یک نفر سیاه‌چهره روان بود. ترامپ کی است؟ ترامپ رئیس جمهور امریکا. خب پاچه امریکا. از پشت سر و سیاه را نشان داد بچه ما بود تاریکی. خب سیاه خود بودی؟ و دیگه یک چیز دیگه را خوارک امی تیارا که سر تیر میشه یک صدا و شما بالدار کس بالای کل اینم از این میز کلشان دیگه خلاص خوارک ما اومدیم خواستگاری اینمی بار آخر ما دیگه نمیم یک دفعه دیگه آمده بودیم قدر پرسان نکنیم خانه رو دیدیم خودتان است. اوه خانه دولمان به قصد دولمان است ما چی میگه سر بام ما میدان هوایی تیاره است. ما می دختر میتی بر ما یا نه؟ من خودت گفتم نمیتونم مادر دختر پدرشم نیست خب من از طرف خود شما فامیل ما میترسم که از بجای دختر خودش این نگوی که پدرت میگیرم. چقدر ما مادر چقدر پفوک هستی. چه بودم میگی من میفهم سرش میفهم دختر بر تبریک باشه برای شما تبریک باشه برای کلاگی تبریک باشه انشاءالله. ماشاءالله وردیم ما دسمال وردیم ماشاءالله اینا ماشاءالله وردیم ما دسمال وردیم دسمال آب جان بچنا وردیم. خدا بخیر تشکر زنده باشی. پتنو میمونیم؟ چرا میمونیم خیر مشکلی خیر نیست. ما فقط دیگه شرمم میشه میگه گپ میزنم. خواهش میکنم. پیش پدر اولادم ما بگوییم که معلوم شوه که واقعا ما دختر خود دادم. پدنوس یک چیزا که نشانیگک بانین که پیش پدر اولادم ما بگوییم که اینه برش داشت اون میای از کار ما خوب پیسه می تجار مردکه پیسه نمیگردان اگه ما پیسه بانیم ما پیسه را میگیم پیسه ما در بزنس است. که یک چیزا که 2000 پای 1000 پای خورس مرا حاجی کلاگیز دیگه. تو مرا کی پیسه میدی؟ یک روز ما پیسه نمیدی. پیسه را از پیش ما میگیری پیسه را از ما پول میگونی. یک روز کس پیش 100 روپیه خواستم. 1000 روپیه گرفتم. آلو روز ما تو گفتم 100 روپیه بده که ما میرم گلاسک میارم گلاسک بخوریم تو ناوردی. چرا کم پیسه دارستین؟ شما چرا کم پیسه دارستین خوارک؟ تیاری ما تیر شد اون تیاری ما. شما چرا قد دروغ میگین؟ شرم نمیشین از خدا نمیترسین که دروغ میگین؟ چرا؟ اینجا آمدین ما پیش از اینکه شما بیاین ما وقت معلومات شما رو گرفتم جستجو کردم که شما چرا کم آدم هستین. شما نه تجارت دارین نه بزنس دارین نه تجارت دارین هیچ چیز ندارین. خشک خالی از ما بدتر هستین. شما آمدین مردم بازی میتین در خانه مردم میرین این خواستگارا پیدا شده در خانه مردم میره ناک ناک میگه ما اولی داریم موتر داریم تجارت داریم میتو داریم دختر مردم بدبخت میکنه وقتی که توی میکنه کرایه خانه خدا نداره. ما شما رو خوب خبر داریم شما از کرایه خانه خود 6 ماه قرضدار هستین. حالا هم خیر سال خواستگار آمدین هر کس یک جای خواستگار میره حالا خود چرا ضرور نیست دروغ بگم بچه چکر
مسلمان است، عمل نداره، بچه بد نیست، لندغر نیست. من پرسان کردم می چیز که پیش ما اومدی لاف پتاق میکنی که ازو دارم چشم مردم شما کور میکنین. دختر شما امیدواری میکنین. من وقت ندارم. صبح در بانک برو نام من بگی برات پیسه میدم. بانک پیش برون پیش صاحب اولیتان نه که 6 ماه قرضدار هستین از کرایه خانه گیلیتان. خاله ما غریب مردم هستیم بیچاره. یا بچه 3 ماه 4 ماه بل برق ما ضرور نیست دروغ بگویید. مادر ما گفتم ما معذرت میخوایم که دخترت ما رو داده. برو بچه شکر که آمدی. خوب است که مسلمان هستی. حالا ما دختر خود دادیم باش پدرش بیاید به خاطر دروغایتان شاید فسخ کنین بچه. برو همین دروغ نگوین. دروغ برو بچه. چی میکنی بچه؟ نه که من تو دخترت دادی. مادر زیاد خوشحال شد. برو بچه که بینی تا خون کردی. برو بچه. من بسیار خوش شدم. بخور چاکلیت های تا. هم دیوانه ولی سیقسیم. این حالا باز فیسبوک یار میایه هیچ. سلام. علیکم. ها؟ خوب هستی؟ سلام. علیکم سلام. سلام. علیکم سلام. چای بیار نه؟ در فیسبوک میگی یا مرا؟ زن چای بیار. زن بیجا این شوی مانده و زله میره جرابا رو بکش. خداش بشویمش. دلت میشوی یخته از دستی که نکشیدی دیخی در پای چسبیده. زنم قابل است نه؟ پس که اومده که پایت مگسکش واری پایت دراز روی خانه ماندی. تو این بالش تا جور که رقم سخت. ها شو بچه در پشت سر من ششتی. خدا ها؟ بالش تا اوسو یک بالش دیگه باش چای پرتم برات. چی میکنی اوز؟ باش که دیگه شبانم. نیره خب تو میره بکش ساعت اینا رو بکش بیخی گرنگ هستی. حالا مرده که تو از خود هیچ کار نداری شو بخی یک ذره سودا بیار که مامایت میای این حالا بخی. بچه سعی کن برو سعی کن کی است میشه شیشتی دادم 26 ماه میشه. برو سعی شد. علیکم السلام. سلام ماما سلام. علیکم سلام. واسه شکر بخیر باش. بیا بچه بیایید. مغال نکنن. در اون موضوع ما هم رسیدگی میکنن. در اون موضوع مقصد فکر باشه که در حساب دیگه کسا رو در این داخل نکنید. اما یک موضوع با بین ما و شما باشه. مدیر صاحب از ملک چیز نیست. ملک قیچی گل. از ملک قیچی گل برادرزادهش به حق رسیده. ما خاطر زی آمدم. ما گفتم اگه بریم میگه فوت کده مرده فوت کده کدام خنده چرا تسلیت باد کی را میگه او میگه تو دیگه فیسبوکی هستی؟ یه دیگه کار نداره. امیشو جرابای خود سر من میکشه کالای خود سر من میکشه بشوی این دیگه کار نداره. چی کرده بوت خودم نکشیدم دان دروازه گپ میزنم اما بر زنه یک بانه کار است پر جنگ. چای کم پیش بون اصلی شک این ناخونان دراز شده دندان کن خوش سفر میگم یعنی ناخونگیر بیار بگید ناخونای من بگی خانه که خانه باشی کار من بود. نه ناخونگیر نداریم چاقو نداریم. من پیاز کت گرموشی ده دیگ میده میکنم. اون روز دیگه سیب آورد که دانم تو پست کردم باز برات آوردیم. اینه به عنوان خاطره در فیسبوک نوشته میکنم ما پیاز قدر دان زن پست میکنیم. چقدر یک دقیقه سه دان میگه پا این زن مشنوی اگه این زن چی میگید که انا چاقو نداریم و قطی دندان اینه میده کم بالا کم اینه میده سرجان تم نشویم گرگ زدید. خب ماما ما برم. نه چرا میری شب اومده دیگه حالا باش. ما خاطر چی آمده بودم؟ خاطر چی بودیم ماما؟ از زیر کارشون پودری که در زیر پول زندگی میکنه اونو معتاد هستن یا معتاد و معتاد پودر هستن و این معتاد فیسبوک است. این نه خانه نه کدی کس مرده داره نه کدی کس زنده داره. کی مرده ماما؟ ما بیاد کی مرده؟ ماما بیشی باش. شما چه جور خواهی شد؟ شما چه جور میشه؟ همین رقم میباشه ماما. باش کجا میرید ماما؟ رفتم. بیشی تو خود سرت شبکت موبایلت عزت آبرو به من نماندی در این جای. اول پست از که مقبول یک لایک کنم.
زندگی رو مانایش میفهمی دو دن اولادت نه مکتب میره نه درس یاد داره در خانه نه راه درس برای نه روغن نه یک شما مکتب نمیرید درس نمیخونید دم آینده که فیسبوک جور کردید یک دفعه چی را آشنا میکنید خیلی یک کس یک چیز بالا در فیسبوک چی رقم میخونی هر چیز در فیسبوک با نصیحت کنم بخوانم این نصیحت نیست تو کنه جایت میخوره بعد یک تو زندگی که دارم میتارم پایت میخوره دستت میخوره پشت کلید بیا پشت کلید بیا جرابای من بکش بیا کلید من بشوی یک اینم قبانده دیگه که بجای تو من وظیفه برم امضا کنم کارم مکنم دیگه من برای تو زندگی که دارم میتارم بیشی که دارید فیسبوک کار کرده برید آشپزخانه برو چیز کن یک غذای دلخواه مرا پخته کچلی بچه موبایل بیارم غال مغال ننیت ما در فیسبوک نوشته کنم در یک شفر بگم در خانه که باشی زن که سرت غال مغال کنه چند لایک میگیره